سلام. ما الان در کنار بیچ هستیم، یعنی دشت بیچ هستیم. باز صدا نمیره دشت بیچ هستیم. حالا دیروز اومدیم ساعت 4 صبح رسیدیم، متاسفانه خونه پیدا نکردیم و خب کلی اذیت شدیم. یه ساعت 12 ظهر اومدیم و خونه گرفتیم. نشه خدمت شما دیشب آقا آقا کوروش یه خود حالشون بد بود، بلا بدون روی هم دوتا از این با جسیکا زد و افتاد. آره قرص سنگینی بود. چند ساعت 11 صبح. الان ساعت تقریبا 10:40 است، 42 دقیقه است. 3 می 2009. چقدر گذشت. آره بابا همینطوری هر روز داریم پیرتر میشیم و هر روز پیرتر از دیروز. حالا ما 12 وقت خونه رو تحویل بدیم دیگه، اومدیم آخرین زمانا رو اینجا بگذرونیم. آبی هم به پا میزنیم، ببینین چه آب زیباییه. شما تا اعماق این آبو میتونین ببینین. جت اسکی ببینیم چنده. بریم جت اسکی. پایه ای؟ حالا من جت اسکی نه پایه نیستم آمد. یه بار سوار شدم سوخت تمام بر بدنمو. تا کی داری میگیری الان؟ الان از شما دیگه قربان. دوست داری بگیری من بریم حالا یه قیمتی بگیریم ببینیم چقدر میدن اینجا. بریم. خب خاطرات تمام شد؟ تمام شد. تمومه؟ خوب باشید، خوش باشید. کار. این میره تو یوتیوب. خداحافظ.